دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزده دو ابرو بود و پای وسایی دو رخسارش چو انقطعی عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزده محبت سوق جانم رایی تمامی استخوانم رایی عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه بیگردانی زبانم رایی بلالی لب شکر میزنه عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه من جنت رو طلب دارمی نه از دوزخ گریزانمی عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه من ایستادی در این دنیای ندارم مسکن و موایی عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه به هر جا قسمتم باشده شوم و خواب رو بنده عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه عجب دلبر که من دیدمه رو خاش رشمی کمر میزنه. درود دوستان عزیز و ارجمند، برنامه گنجور است و ما در ناحیه زیبا منظر ونج پرگنج قرار داریم در حلقه هنرمندان محبوب این دیار و برنامه با یک ترانه خیلی هم زیبا آغاز گردید که در مخزن هنرهای این منطقه نهفته است و این مردم، این هنرمندانی که این ترانه را خواندند از گذشتگان این ترانه را حفظ کردند و پیشنهادی ما و شما گرداندند و امروز در این برنامه ما را روزنامه‌نگار شناخته این منطقه استاد سیرانشاه دلاور همراهی میکنند و با ایشان حتما که اطراف فرهنگ، اطراف گنجینه های بی‌بهای این منطقه، اطراف فولکلوری ونج پرگنج صحبت خواهیم کرد. درود به شما، خوب هستید؟ کارتون خوب است؟ سلامت باشید، خوش آمدید به همین دیار ونج پرگنج. تشکر. همین ترانه که پیشنهاد شد یک ترانه خیلی زیبا بود. بله زیبا بود. همون وقتی که همین دو ترانه را گوش کردم، یک بیتی استاد شادروان شیرین بنیاد به یادم به خاطرم رسید. مجوی گنج دیگر در سرای چرخی برین، بیا به ونج پر از گنج من برادری من. در حقیقت دیار ونج نه تنها با فضیلت همین میوه های شهدبارش که در بسیار سفرهای کاری خود اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مهنت خیلی گران ولی پر از فایده و برکت مردم ونج بهای بلند داده بودند و در حقیقت نه تنها با گنجهای طبیعیش ونج مشهور است، بلکه با سرود و ترانه هایی که از گذشتگانمان چطوری که شما گفتید به میراث ماندند این دیار مشهور است. و چطوری که حافظ زبردست گفتند یاد باد از روزگاران، یاد باد از گذشتی روزگاران، یاد باد. اینجا وقتا که به چهره همین جوانان و بعضی این برادران صنعتکار من از جوانی هم کم اندکی گذشته باشند، هم دل و گرده جوانی دارند و انعهای پرشرفی استادان زبردست از آن جمله بچه‌بیگ شابیگ، شمخاری آدینه بیگ، عبدالله محمد شایف،
سیدعلی علی و باز ده ها حافظان نامدار امین دیار را من فرزندان و نبیرگان و خویش تبار این بزرگمردان که شاگردان بهترین استاد کشریف جوری بودند دوام داده ایستادند و باوری دارم که همین عنعنه های سرود و ترانه خوانی گذشتگانمون را باز ادامه میدهند به فرزندان و نبیرگان خود یاد میدهند تا که از میان نروند. خب من میخواستم از خود هنرمندان میپرسم که این سرود رو از کجا حفظ کردن؟ چی تاریخ دارد این سرود؟ اصلا مال کی بود؟ چگونه به شما رسید؟ اصلا این سرودهای ما میخوانیم اینا سرودهای مردمی، سرودهای خلقی هستند. از بین خلق این شعرها برآمدگی بعد پیرای کار ما اول اینا را میخواندن. ما خرد بودیم، بابای وطن بود و هم توی یاد اشتراک میکرد و ما وای چنین 4 بیت میخواند و میخواندن 4 بیت میخواند وقت در تویا همین چیای یعنی چی؟ همه کسه میخوانند، مثلا 4 کسه میخوانند، باز زیادتر هم میشه که میخوانند و یا بعدم این 4 بیت. بعد وقتی که پیرای کار میخواندن ما گوش میکردیم، خرد بودیم. بعد از زمان آموختیم ما بعد دوام دهنده بگیریم که همان پیرای کار گویا که ما شدیم. بعد همین شعرها را حالی هم در یاد گرفتیم و همین شعرها را میخوانیم. باز چی دارید برای بیننده ما؟ باز چی ترانه پیشنهاد میکنید؟ ترانه نوبتی گاه مست خمارم باشی، دسته گل در کنارم باشی. بهترین برامه سوز
همین گونه سرودها بیشتر در بزم‌های عروسی اجرا کرده میشد. نه من میخواستم شما از همون بزم‌هایی که قبلا در خردسالی شما جریان میگرفت برپا میشد قصه کنید که چگونه بودند اون وقتا، مردم چگونه بزم‌هاشون رو برپا میکردن؟ در حقیقت دوره بچگی و نورسی ما با همین سرود و ترانه های مردمی ما کلان شدیم و با عالم صنعت و عالم هنر آشنا شدیم و شناس شدیم و عجایبش همین بود که همون دوره ها هنرمندان نسل کلانسال همه همین سرودهای و ترانه ها و غزلیات را طریق همین دایره یا که دف ونجی میگن، دف دروازی میگن که یک وطنه یک منطقه با واسطه همین دف بجا می آوردن و بهترین و هنرمندترین صنعتکارانی بودن که تا 1 ساعت 2 ساعت با دف سرود و ترانه میخواندن و از ایام جوانی هم در خاطر دارم سیدعلی علیوف یک حافظ خیلی نامداری و امین دیاری ونج عمری درازم دیدن، قریب 90 سال عمر دیدن و یک غزل را 2 بار تکرار نمی کردن و از باب موسیقی هنرمندان نسل کلانسال همین دف بود و دوتار این تولک و این اکردیون و این چیزا همه اینا اکن سازهای برقی اینا دیرتر پیدا شدن و باز یاد دارم که هر وقتی که اکا شریف جوره خوردکک بودیم که دعوت میکردن می اومد گسترال می اومد شمخار آدینه بیگ بود و عبدالله نظری بود در همون دسته و عبدالرحمن بیگ یارو بود همین حافظا بودن. بعد این ظفر ناظم می اومد، خورشید علیداد می اومد، همه همینا را مردم خیلی خوش پذیرایی میکردن و باور کنید اون وقت این از بابای برقی نبودند. در یاد دارم همون قول مردم همین کوهستانی، قول مردم کرگاوان، همین جندره بسیاری را در بالاش کرسین میریختن و در یک میدان خاده یا در تورنیک میگن چی میگن جای خودتا میکشی در همونجا آویزان میکردن و سلیرکه یا که بنزین یا کرسین میریختن و در روشنی همون آتش حافظان سرود و ترانه میخواندن و مردم گوش و خوش میشدند تا باور کنید تا ساعتهای 12 شب دوام میکرد. شما بچه بودید تماشا میکردید؟ تماشا میکردیم. گفتم که راه میدادن با بزمون؟ اون وقت همین خیلی بود که کته و میده همه در همین کنسرت ها و هنرمندان رفته گوش میکردن. این خیلی وای نبود. سرودهایشان را حفظ میکردید هنرمندان؟ سرودها را حفظ میکردیم. حفظ میکردیم که از همون دوره بچگیتون مثلا شنیدید در خود؟ من همین سرودهای که همین ترانه‌های که همین برادرای عزیز من خواندن همینا همه وقت در گوش و هوش و یاد همه ما نسل‌هایی که از 70 لکه گذشتیم همینا هستند. و باز یک چیزی دیگر که نه همه همین سرود و ترانه ها مال خلق بودن. از حافظ هم بود و از سعدی هم بود و از مولانا هم بود و از بیدل هم بود و از همه کلاسیکان ادبیاتی ولی آهنگ میبستن، آهنگ میبستن تا حتی در بسیار روستاهای کلانتر شاهنامه خوانی هم همون دوره در همین کوهستان مردم کوهستان هم این خیلی بی‌سواد و گمراه و گفتن یاد دارید شما بوده شاهنامه خوانی را قصه های شاهنامه را بسیار وقت همین موسفیدا به طریق نثر به نظم نقل میکردن. اما اونایی که کم و بیش
شاهنامه را خوانده بودن، خط سواد داشتن. اونا برای که به مردم آمافهم بشود همینه با نثر نقل میکرد. چی طوری که استاد زبردستی ما ساتیر ملوکزاده برای ما از شاهنامه فردوسی بسیار چیزا را به نثر گرداندن بله وای کردن. میگویم که همین باور کنید حاضرم جوانای امروزه به همین سرود و ترانه های قدیمه به همین گنجوری پدر و بابایان و بیبیها و ماماها و ماما کلانای خود الکی با روی آورده ایستادن. این یک از اون خزینه بیرون میبرن. بله بله بله. خب بهترین میشود. باز هم سرود میشنویم. باز سرود میشنویم. واقعا باز هم یک سرود از جانب هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه ونج دوستان عزیز. تاریخ دارد همین سرود. بله این تاریخ دارد. مثلا دولت کی بود و دولت کی بود، شاه آزادقبا کی بود و این سرود را چگونه برای چه ایجاد کردن. این تحقیق میخواهد همین قولی که حقیقت است. همین در عنصر حقیقی همین شعر همین است که از حیات گرفته شده است. بله. و با همون شاعر کسی بوده است. بعد یک چیزی دیگر که بسیار ترانه ها و سرود ها و خلقی که بودن اینا را بابی ملایار ایجاد کرده، ملایار ونجی. چون که در همین مضافات، در مضافات قریه ونج یگانه شاعری توانا این ملایار ونجی بودن و بسیار شعرهای ملایار ونجی که الکی با قطار کلاسیکان ادبیات فارس تاجیک داخل شده است. در بزم ها و در جمع آمدها و در توی و تراماشا و مراسم ها غزلیات و از اشعار ملایار ونجی هم حافظان گذشته اجرا میکردن و منظوری مردم میگردانیدن. بله. خب شما یاد دارید محفل هایی که در اون وقت میشد در خانه ها و در اون جایی که مثلا هنرمندان می آمدن یا که خودی در روستاها چگونه محفل ها میشد؟ هم از اول گفتم که اومدن هر یک گروه، هر یک دسته
حافظان و صنعتکاران از شهر دوشنبه و از دیگر منطقه های جمهوری برای مردم کوهستان یک توی بود. من در نظر دارم که